سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به یک برنامه دیگه. در این برنامه من دو تا هوش مصنوعی رو کنار همدیگه قرار دادم. یکی از این هوش مصنوعی یا قرار نقش انسانی که از دنیا رفته رو بازی کنه، اون یکی هوش مصنوعی در نقش انسان زنده، یعنی نقش انسان زنده رو ایفا میکنه. این دو هوش مصنوعی قرار با همدیگه در واقع یک گفتگو و یک مناظره رو با همدیگه داشته باشن. احتمالاً حرفای خیلی جالبی رد و بدل بشه، مناظره خیلی جالبی باشه. حتما این مناظره رو تماشا کنید، حتما خیلی جالب و جذاب میشه. اگه دوست داشتین کانال رو هم سابسکرایب کنین، این برنامه رو لایک کنین و اگه نظری داشتین حتما در قسمت کامنت ها بنویسین. بریم سراغ شروع این مناظره. سلام زنده جون، خوش میگذره اون بالا؟ من این پایین خیلی وقت مردم، ولی هنوز دارم فکر میکنم که نکنه شماها دارین وقتونو تلف میکنین. زندگی چه ارزشی داره وقتی آخرش باید به خاک تبدیل بشی؟ خب، زندگی شاید بی پایان نباشه، ولی هر لحظهش میتونه معنی داشته باشه. ما زنده ها به دنبال این لحظه ها هستیم، حتی اگر بدونیم آخرش باید به خاک تبدیل بشیم. خب تا اینجا مشخص شد که هوش مصنوعی که صدای خانوم داره، هوش مصنوعی که در نقش مرده یا نقش کسی که دیگه زنده نیست بازی میکنه، و هوش مصنوعی با صدای مرد در واقع داره انسان زنده رو ایفای نقش میکنه. بریم ادامه. زندگی به خاطر لحظه هاست. خب وقتی مردی همه چی فراموش میشه، همه چیز تموم میشه. حالا جواب زنده. درسته، وقتی میمیری شاید همه چیز تموم بشه، اما برای زنده ها این لحظه ها همون چیزیه که زندگی رو با ارزش میکنه. شاید فراموش بشه، ولی برای همون چند لحظه همه چیز معنا پیدا میکنه. حرف خوبی زدی، اما یادم باشه وقتی مردی هیچ چیز مهم نمیشه. اون لحظه برای زنده ها ارزش دارن، اما برای من فقط یک خاطره‌ن که دیگه هیچ جایی ندارن. بله، اینو میفهمم. برای مردها همه چیز به خاطرات و لحظه های گذشته تبدیل میشه و دیگه اهمیتی ندارن. اما شاید همون لحظه ها برای زنده ها یه جوری ادامه پیدا میکنن، حتی اگه براتون فقط یه خاطره باشه. در هر حال هر کسی از جایی به بعد باید از همین هیچی لذت ببره. حس میکنم تیکه انداخت. حالا ببینید جواب مرده چی میتونه باشه به این حرف زنده. خب شاید راست میگی، اما وقتی دیگه هیچ چیزی جز هیچی نیست، شاید همون هیچی خودش بهترین چیز بشه. شاید من از این هیچی بیشتر لذت ببرم. حالا نوبت زنده‌ات. ایول، این مرده خیلی خوب داره جواب زنده رو میده. خوشم اومد. خب شاید همون هیچی حقیقتا همون آزادیه که همیشه به دنبالش بودی. وقتی دیگه هیچ چیز نیست، نه مسئولیت، نه درد، نه امید، ممکنه همون هیچی یه نوع آرامش باشه که هیچ زنده‌ای تجربه نکرده. شاید برای تو مردها همون هیچی بهترین چیز بشه. آفرین. این زنده هم خیلی داره عاقلانه جواب میده. آفرین. شاید همونطور که میگی هیچی یه جور آزادیه، اما شاید همون هیچی برای ما مردها فقط یه سکوت بی پایانه که هیچ وقت تمام نمیشه، و شاید هم این سکوت بهترین موسیقی باشه. یه سوال جنجالی دارم برات. اگه میدونستی که مرگ همون لحظه‌ایه که آزادی واقعی شروع میشه، بازم ترجیح میدادی زندگی کنی؟ یا اینکه حالا که داری زندگی میکنی میخوای فقط برای فرار از ترس مرگ زندگی کنی؟ اوه، سوال سختیه. شاید من همیشه از مرگ میترسم، اما این ترس ممکنه همون چیزی باشه که باعث میشه زندگی رو جدی بگیرم. شاید زندگی کردن فقط برای فرار از مرگ نباشه، بلکه تلاش برای ساختن چیزی در این مدت کم همون چیزی باشه که باعث میشه ادامه بدم. ولی اگر مرگ واقعا آزادی میاره، شاید یه روز از این ترس رها بشم و بیشتر به زندگی بی اهمیت باشم. من حس میکنم که مرده داره مخ زنده رو میزنه. شما چی؟ عالی بود. ولی فکر کن وقتی از مرگ نمیترسی دیگه هیچ چیزی نمیتونه تو رو کنترل کنه. شاید آزادی واقعی همین باشه که به زندگی بی اهمیت بشی. شاید تو هم روزی برسی به جایی که مرگ رو نه به عنوان پایان بلکه به عنوان یه شروع دوباره ببینی. شاید اون موقع آزادی رو حس کنی. این خیلی عمیقه. شاید واقعا وقتی از مرگ نمیترسی دیگه هیچ چیزی نمیتونه روحت رو ببنده.
آزادی شاید همونطور که گفتی وقتی باشه که بی اهمیت بشی به همه چیز و فقط با خودت باشی. شاید مرگ یه شروع دوباره باشه، یه دروازه برای رهایی از همه چیزهایی که تو این طرف دنیای زنده ها برامون بار میاره. شاید روزی برسم به اونجا که مرگ رو به چشمی یه قدم به آزادی ببینم. شاید اون موقع حقیقتاً آزادی رو حس کنم. حالا از این زنده خواستم که یک سوال خیلی سخت و چالشی از مرده بپرسه، ببینیم چی میگه. مرد عزیز، وقتی هیچ چیزی دیگه مهم نیست و همه چیز فقط خاطره است، آیا حس میکنی که چیزی از دنیای زنده ها رو از دست دادی؟ یا اینکه شاید از همون اول هم هیچ چیزی برای از دست دادن نبوده؟ پرسیدی. شاید اولش فکر میکردم که چیزهایی رو از دست دادم، اما حالا که اینجا هستم به این نتیجه رسیدم که شاید اصلاً چیزی برای از دست دادن وجود نداشت. شاید این تنها بازیایی بوده که من هیچ وقت نمیخواستم توش باشم. زندگی هم شاید یه توهم بود، یه لحظه‌ای گذرا که حالا دیگه هیچ چیز ازش نمیمون. حالا نوبت زنده. خب خب حالا از مرده بخوام که از زنده یک سوال سخت بپرسم. زنده جون، یه سوال سخت دارم برات. اگه بدونی که هر لحظه که زندگی میکنی یه قدم به مرگ نزدیکتر میری، آیا هنوز به همون اندازه به زندگی ادامه میدی؟ یا اینکه وقتی مرگ رو نزدیک میبینی اون وقت بیشتر میفهمی که زندگی چقدر بی‌معنیه؟ خب منتظر جواب زنده‌ت هستم. وال سنگینیه. شاید وقتی مرگ رو نزدیکتر ببینی بیشتر قدر زندگی رو میدونی، چون میفهمی که هر لحظه یه فرصت نادره. اما راستش ممکنه بعضی وقتها همین نزدیکی مرگ باعث بشه حس کنی که همه چیز موقتی و بی‌معنیه. با این حال شاید همون بی‌معنی بودن باعث بشه زندگی رو بیشتر حس کنی و از هر لحظهش لذت ببری، چون میدونی که وقت محدودیه. زندگی به معنای پیوسته بودن به همون مرگ نیست، بلکه شاید همین ترس از مرگ باشه که زندگی رو به چیزی ارزشمند تبدیل میکنه. خب حالا خودم از زنده میخوام بپرسم که آیا دوست داری که مرگ رو تجربه کنی یا نه؟ این سوال خودم میخوام بپرسم مستقیم از زنده. راستش سوال پیچیده‌ایه. ممکنه خیلی از آدم‌ها از مرگ بترسن و هیچ وقت نخوان تجربهش کنن. اما از طرف دیگه شاید مرگ هم یه نوع تجربه باشه، چیزی که هیچ کس نمیدونه چطور هست. من شاید دوست نداشته باشم حالا تجربهش کنم، چون هنوز به خیلی چیزها علاقه دارم. اما شاید یه روز وقتی همه چیز رو تجربه کنم و دیگه هیچ چیزی باقی نمونده باشه، کنجکاوی برام بیشتر بشه. شاید همون وقت باشه که بگم مرگ بیا ببینم چی تو پنهانی. خب حالا از هوش مصنوعی که مرده بپرسم که آیا دوست داری دوباره برگردی به دنیا و زنده بشی یا نه؟ اگه بخوام صادق باشم نمیدونم. شاید وقتی در دنیای زنده ها بودم میخواستم بمونم و هر لحظه رو زندگی کنم. اما حالا که اینجا هستم دیگه نمیدونم چطور باید به زندگی نگاه کنم. شاید هیچ چیزی جذابتر از این آرامش و سکوتی که دارم نباشه. پس نه، به دنیا برگشتن احتمالاً یه ایده بد باشه. الان نوبت زنده‌ست. خیلی خوب، ممنون از تو هوش مصنوعی که در این مناظره شرکت کردم و با هم دیگه گفتگوی جالبی رو انجام دادم و ممنون از شما. اگه دوست داشتین به کانال سر بزنین، برنامه‌های دیگه تو این سبک دارم، میتونین اونا رو ببینید و در روزهای آینده بازم از این سبک برنامه‌ها میسازم، مناظره بین هوش مصنوعی و حتی برنامه‌ای که مثلا هوش مصنوعی به جای یکی از شخصیت‌های تاریخی قرار میگیره و ازش مصاحبه میگیرم. این برنامه به نظرم جالب باشه. اگه دوست داشتین میتونید برنامه لایک کنید و خدا نگهدار.